بریم با هم جیب مردم ایران رو خالی کنیم. این موضوع جلسه هر روز بانک مرکزیه. اگر فکر میکنید با رفع تحریم ها اقتصاد، گرونی و تورم حل میشه، سخت در اشتباهید. واقعیت اینه که تحریم ها یه بخش کوچیکی از این مسئله تورمه. ریشه اصلی تورم تو ایران یک جای دیگه است: بانک ها سال به سال بیش از حد توانشون وام میدن، سودهای زیاد به سپرده‌گذارها میدن و وارد پروژه های کلان میشن. بانک در واقع باید مردم رو صاحب خونه و صاحب ملک بکنه، ولی خودشون میرن روی ملک، زمین و کارخونه سرمایه گذاری میکنن. دارایی هایی که نمیشه یک شب فروخت و نقدشون کرد. خیلی خلاصه نتیجه این وام و سود سپرده و سرمایه گذاری میشه این که دخل و خرج بانک به هم نمیخوره. پولی ندارن که دیگه سود سپرده بدن، پول ندارن که بخوان وام بدن و هزار تا مشکل دیگه که به این موضوع میگن ناترازی بانکی. حالا وقتی یه بانک پول نداشته باشه چیکار میکنه؟ میره سراغ بابایی. یعنی کی؟ یعنی بانک مرکزی، و دستش رو دراز میکنه. بانک مرکزی چیکار میکنه؟ پولی که در اقتصاد وجود نداره رو چاپ میکنه و میده به بانک ها. این یک چرخه است. بانک ها ضرر میکنن، بانک مرکزی پول چاپ میکنه، پول چاپ شده وارد بازار میشه و باعث تورم و گرونی میشه. به طور مثال فقط بانک آینده 42% ناترازی کل نظام بانکی کشور رو به گردن داشته. یعنی همین بانک فقط نصف موزل رو ساخته. تا وقتی هم که این چرخه پوچ وجود داشته باشه، چه تحریم باشیم چه نباشیم، متاسفانه تورم و گرونی ادامه دار خواهد بود. بنده تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بودیم، من یه وقتی به جناب علی هم گفتم یه دیوار طولانی، هم تا هی با ماشین رفتیم، هی دیدیم این دیوار هست. من پرسیدم مال کیه این؟ چیه اینجا به این بزرگی تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلان. یه بانک، و این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهم نیست. این پولای مردم رو میگیرن، اینجوری امکانات درست میکنن